ساکن کوچه به نام ابوالقاسم لاهوتی جماعت دیهاتی شهرینو ناحیه شهرینو ظفر آیف زمین نزدیکاولیگی خود را ثمرناک استفاده نموده در یک سال از آن 2-3 حاصل به دست می‌آورد. همچنین او در زمین خود بیش از 20 بیخ درختان گوناگون چون بیهی، آلوچه، شفتالو، سیب، زردالو، انار، چهارمغز و غیره شنانیده است که همه ساله از آن حاصل دلخواه می‌رویاند. همین در 3 سوتوق نزد حوالگی زمین کارچکه کرده موزی. بعد کارچکه نصیب بشه که پمیدور، بودرین، مکه همه چی می‌خوریم. خلاص همین سبزیجات در خونه خود مقرب می‌بریم همش. بازار چی می‌خریم؟ فقط روغن می‌خریم. شکر دیگه. سبزیجات چیز در کار خود ما می‌بریم آخه. ما نمی‌گذاریم که اون واجب زمین خالی بهوده استفاده برای همین خوراویو. زمین استفاده می‌بریم نرم کردن در کار، میگوبین کردن در کار برای حاصل نقص گرفتن. در حدود جماعت دیهات شهرینو 2026 خوجگی وجود داشته 13900 اهالی عمر به سر میبرند. تمامی ساکنان جماعت دیهات در زمین‌های نزد حوالگی خود با کشت و کار کارتوشک، پیاز و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی مشغول میباشند. دهقان و کشاورزان جماعت دیهاتی چوسی ناحیه شهرینو نیز زمین نزد حوالگی خود پرزیدنتی و در خوجگی‌های خرد و دهقانیشان پیاز و سبزی، گشنیج و شیبیت، کارتوشکا و شلغم و دیگر سبزیجات کشت نموده از آنها تا 3 مرتبه حاصل میگیرند. با این محصولات خویش آنها نه فقط عائله خود بلکه احتیاجات هم محله‌هایشان را نیز تامین می‌نمایند. در حدود جماعت 19 دهه در آن 2740 خوجگی و 21845 نفر اهالی زیست و زندگانی میکنند. شغل اساسیشان این کشاورزی می باشد. دهقانان حدود جماعت در سمت کشاورزی خوب فعالیت نموده ایستادند. آنها زمین های ثمرناک استفاده برده قریب که سبزیجات خریداری نمی کنند، از همین فعالیت خودشان استفاده می برند. باید گفت که در این گوشه کشور ساکنان زیادند که همه ساله با کاربری عاقلانه و ثمرناک و طرز خوبی استفاده هر قطعه زمینی نزد حوالگی خود نه تنها در فراوانی خانه همه روزه اینچنین در بودجه عائله و در تامین گردیدن بازار داخلی با محصولات تر و تازه موسمی و پسروی نرخ آن حصه می‌گذارند.